رادیو. من به همراه دوستم ناصر از خادمان بیت ولایت هستیم. شغل تخصصی ما نظارت بر دعواهای عظما با آقا محمود است. کار من امدادرسانی به عظماست و ناصر هم سفیر صلح می باشد. به عنوان یک سفیر صلح با تجربه توصیه می کنم که حداقل در دقایق ابتدایی کتککاری که نفس هر دو نفر چاق است و زور به بازو دارند به حل و فصل دعوا اقدام نکنید که قطعاً یک یا چند مشت و لگد بی هوا به پک و پهلویتان خواهد خورد و آستین و یقه و بند ساعتتان در کش و قوس‌ها پاره خواهد شد و ممکن است به طور ناخواسته بدین ترتیب وارد زد و خورد شد. الغرض چند روز پیش آقا محمود با توپ پر و عربده کشان وارد حیات بیت شد و در همان بدو ورود آقا به عنوان گندلات بیت پرید جلوش و به محض رسیدن به او با 3 لگد پیاپی و با الهام از قاعده 2 ضلع و زاویه بین او را زمین گیر کرد و سپس من که به قصد جدا کردن دو طرف جلو رفته بودم را هم با تکرار عبارت چند نفر به یه نفر به باد کتک گرفت، طوری که اصلا مهلت حرف زدن نمیداد. گیج و منگ بودم. من هم گیج و منگ بودم. بعد از آن دیگر نفهمیدم چه شد. فقط عمامه عظما بود که در دست محمود به هوا میرفت و لنگ محمود بود که زیر دندان عظما گیر کرده بود. به این ترتیب دیدار هفتگی عظما و رئیس جمهور بی نتیجه ماند و ادامه جلسه به رانده بعدی کشیده شد.